غریبانه در مورد یک قاضی است که بین نجات جان پسرش و عمل به وظیفه بین دو راهی قرار می‌گیرد. این سریال که به مناسبت ماه محرم ساخته شده، برای اولین بار است که در فضای مجازی منتشر می‌شود. یه سوالی ازت دارم، ولی میخوام خوب فکر کنی و جواب بدی. حاج حمید واقعا تو رو مثل پسرش دوست داره یا فقط بزرگت کرده؟ ها؟ میدونی اون قاضی خوبیه، هر حکمی که صادر میکنه منصفانه و درست، یعنی در مورد هر مسئله خوب تحقیق میکنه، وقتی که رأی داد پای رأیش با میسته. ولی نمیفهمم چرا، به چه جرمی حکم کشتن تو رو صادر کرد. نمیدونم، باور نمیکنی؟ همین 10 دقیقه پیش باش حرف زدم. اگه بابام این حرفو زده حتما دلیل محکمی داشته. چه دلیلی؟ خب اگه میدونی بگو، چون من واقعا دارم پیش میشم. نمیدونم چه خاکی دوست دارم بریزم. شاید هم اگه تو پسر واقعیش بودی جور دیگه ای برخورد میکرد، ولی نمیدونم. شاید هم دلیلش اینه که تو مردنی هستی و نمیخواد سابقه کاری و شأن و منزلت اجتماعیشو به خاطر تو از دست بده. آخه یه پدر چطور میتونه اینقدر بی‌رحم باشه؟ چطور؟ طفلک بیچاره، خیلی دلم برات می‌سوزه، خیلی. لعنت به این زندگی که عشق و محبت پدری رو نابود کرده. لعنت! حیف این نفسی که داریم تو این دنیای نکبتی میکشیم. حیف! مردشی به هممون رو بره. برم باد بخورم. کثافت! یه مش کثافت! سلام. چی شده لیلا خانم؟ تو رو خدا برین با حاج حمید حرف بزنیم. ما که هرچی گفتیم گوش نکرد. اقلا شما جلوشو نگه دارین، داره دیر میشه آقا روبیک. مگه چه کار کرده؟ به گروگانگیرا گفت شرطشونو قبول نمیکنه، حتی اگه سعید کشته بشه. شما انتظار دیگه ای ازش داشتین؟ معلوم بود که این کارو میکنه. یعنی شما باش موافقین؟ نمیدونم، ولی اون حاج حمیده، نه روبیک. میتونین نظرشو عوض کنین؟ غیر ممکن. پس من اشتباه اومدم، ببخشید. صبر کنید. میتونین منو تو دم زندان برسونین؟ برای چی؟ من باید با آقای صفایی حرف بزنم، نه حاج حمید. اون اگه پسر فتوحی رو ببخشه همه چی حل میشه. چرا که نه؟ بفرمایید. یارو رو میخواستن دوار بزنن،
بهش میگن وصیتی، حرفی، چیزی داری بزنی؟ میگه نه. بعد تناب میدادن دور گردنش، میکشنش بالا، همچی که میری اون بالا شروع میکنه دست و پا زدن، بعد میارنش پایین. بعد بهش میگن که چیه، چی شده، میخوای وصیت کنی، حرفی یادت اومده، چیزی میخوای بگی؟ میگه نه بابا، اون بالا که بودم داشتم خفه میشد. ببین شما اون لطیفه اتاق گازو شنیدین؟ بس کن جهان، بذار به حال خودمون باشیم. آخه دلیلی نداره که اینقدر ناراحت باشی. یه ساعت دیگه هممون میریم خونه. اول یه صبحانه مشتی درست میکنیم میزنیم تو رد، بعدم 1 هفته مسافرت به هر جای دنیا که شماها خواستید. راستی بار آخری که ستایی با هم مسافرت بودیم و یادتون میاد؟ من خوب یادمه. میلان، ونی، روم. تو یادت میاد میخواستی بری بازی یوونتوس و میلان رو ببینی، اما این بار که با هم رفتیم 2 تا بلیط رزرو میکنیم. نه 3 تا بلیط، 3 تا بلیط رزرو میکنیم برای لوژ مخصوص. تو هم میای دیگه؟ نه مزخرف نگو جهان. من میرم بیرون یه سیگار بکشم بیام. تا حالا هیچ وقت با هم اینطوری حرف نزد؟ چجوری؟ مثل یه پدر. شما همینجا وایسین تا برگردم. منم میتونم باهاتون میام تو؟ راتون نمیدم. پس شما چطوری میری؟ نمیدونم. آشنایی کسی نداری؟ شما چرا حرف گوش نمی کنین؟ من میخوام با خانم صفایی حرف بزنم. آقا روبیک منم بیا. نه داداش، تو رو که دیگه اصلا راه نمیده. ببخشید سرکار، این 3 تا شازاد نمیکنه؟ الو سلام فرهاد، کجایی؟ من تو نگهبانی زندانم، میخوام برم تو ولی رام نمیدن. میخوام با صفایی و جهان حرف بزنم. میدونم به من مربوط نمیشه، تو فقط یه کاری کن که به ما اجازه ورود بدن. منظورم از ما من و لیلا خانومه. لیلا خانوم همسر سعید. باشه منتظرم. خیلی ممنون سر. گفت چند دقیقه صبر کنی. روبیک و عروست رفتن دم در زندان. تو هم برو به کارات برس. لجبازی نکن حمید، یه خورده سیاست داشته باش. بذار باشون معامله کنیم. تو سعی خودتو کردی، منم دیگه توقعی ازت ندارم، پس دیگه اصرار نکن. ولی تو حق نداری جون سعیدو به خطر بندازی. این کار دیوونگی محضه. حرفات منو یاد جهان میندازه فرهاد. یادت اون شب که تو تاریکی جبهه هممونو تنها گذاشت و رفت منو به چی متهم کرد؟ ولی من هنوز تو جبهه تو شمشیر میزنم حمید. ولی اون موقع ها اینقدر ازم علت و چرا نمیپرسیدی؟
تو کارت درسته، ما قبولت داریم در بست، ولی میخوام بعدها به خاطر این تصمیمت خودتو سرزنش نکنی. به سلامت فرهاد. خداحافظ. علی 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 سلام. سلام. ما که قبلا حرفامون رو زدیم. تو حرفاتو زدی ولی من نه. خب بذاره یه موقع دیگه. همین الان. خیلی خوب بیا اینجا. ببین روبیک جان، من نمیتونم اگه کسی یه سیلی زد تو صورتم این وری صورت من بهش تعارف کنم. اینو کردن تو مغزم. زدن بزن، کشتن بکش. اینو تو نمیفهمی. تو هم سیلی رو بزن ولی فقط یکی نه دوتا. منظور چیه؟ تو با قصاص پسر فتوحی باعث کشتن پسر حمیدم میشی و به جای کشتن یه نفر باعث کشته شدن 2 نفر میشی و این درست نیست آقای صفایی. اگه عدالت میخوای اینطوری به دست نمیاری. اینا نقشه شده. اینا میخوام با این کار من رضایت بدم. تو دیگه فریب حرفای اونا رو نخور. ولی تو خودتو پشت حمید قایم کردی و اونه که داره تاوان اجرای این حکم رو میده. ببین عزیزم، مشکل فتوحی و حاج حمید هیچ ربطی به من نداره. اگه حمیدم این حرف رو در مورد تو و فتوحی میزد فکر میکنی الان کجا بودی؟ دختر شما چند سالش بود خانم صفایی؟ ازدواج که نکرده بود.
چرا حرف نمیزنی؟ داریم وقت تلف میکنیم. من رضایت نمیدم. منم جای دختر شما. حتی دلم نمیاد یه پشه رو بکشم، چه برسه به یه آدم. مطمئنم اگه دختر شما هم زنده بود حاضر به مردن یه آدم دیگه نمیشد، حتی اگه اون آدم در حقش خیلی بدی کرده بود. شاید الان روح دختر شما از کاری که دارین میکنین ناراحت باشه خانم. گوش من از حرفای امثال شما پره. حالا هر چی دلت میخواد حرف بزن. درسته که من ارمنیم، بارون صفاییم، ولی دین شما رو خوب میشناسم. عاشق عدالتی هم که سمبولش امام علی شماست. مردی که در زمان خلافتش وقتی اون پیرمرد نصرانی زرش رو میدوزه مثل یه آدم معمولی میره پیش قاضی و میگه بدون توجه به موقعیت و مقام من و فقط بر اساس عدل بین ما قضاوت کن. آدمی که حاضر نمیشه حتی به برادرش یه دینار بیشتر از اون چیزی که حقش بود بده. حمیدم پیرو به همون امامه. اون تنها پسرشو که مریضم هست حاضر فدا بکنه تا شماها به حقتون برسید. خب من چه کار کنم؟ میتونست این کارو نکنه. اون وقت نمیگفتی به خاطر مصلحت خودش حقوق شما رو پایمال کرده؟ من نمیدونم تو چرا سنگ اون رو به سینه میزنی. اگه اون کیه؟ تو اگه جای اون بودی این کار رو میکردی؟ بدم کنی دیوونه هم کردی. اون امشب میشکنه 30 روز و من طاقت دیدن این صحنه رو ندارم. چون انصاف نیست آدمی که میخواد روی اعتقاداتش وایسه اینقدر زجر بکشه. خواهش میکنم یکم بیشتر فکر کن. بس دیگه اینقدر خودتو کوچیک نکن. قبر کناری تو واسه خودم خریده بودم، ولی انگار قسمت من نبوده. چی بهت بگم؟ میترسم تو منو مثل بقیه متهم به خودخواهی کنی. ولی واسه شنیدن حرفام کسی رو صبورتر از تو سراغ نداره. پروانه، ممکنه پسرت کشته بشه. مقصرم منم. هرچی بگی حق داری. منم مردار خوبی نبودم. مطمئنم تو منو درک میکنی. من مجبور به انتخاب شدم. شاید اینم یه امتحان باشه. نمیدونم. آخه چرا اینطوری؟ چرا منو با سعید امتحان میکنی خدا؟
هرچی گفتی گوش کردم، هرچی عدالتت بود اجرا کردم. من چرا با من این کارو میکنی؟ چرا؟ اگه تا حالا کم امتحانم کردی، کم امتحانم کردی، من چرا باید رایی؟ چرا با اون؟ چرا با اون؟ و با توجه به اینکه اتهام متهم سامان فتوحی مبنی بر قتل عمد دوشیزه زهره صفایی با توجه به شواهد و ادله موجود در این دادگاه به اثبات رسیده با حکم صادره نیز به تأیید دیوان عالی کشور رسیده است. لذا حکم صادره قابل تجدید نظر نبوده و لازم الاجرا می باشد. این جانب محمود معظمی قاضی ناظر زندان که مأمور اجرای این مراسم رأس ساعت 5 صبح می باشم، در حضور اولیاء دم و والدین متهم و شاهدان شروع مراسم را اعلام می نماید. متهم سامان فتوحی، اگر وصیتی دارید در حضور حاضرین بیان نمایید. مثل اینکه قضیه جدیه ماما. چی بگم؟ نترس مامان، اینطوری نمیشه. نگران نباش. نگران نباشید، تا چند دقیقه دیگه دستور توقف و حکم میرسه. تحمل کن. تموم شد. صبر کن. تموم شد. راحت شدی؟ بگی بخواب. آروم بگی بخواب. من چک تقلبی خرج نمی کنم. خیالت راحت باشه. نه، داشتم به رقمش نگاه میکردم. فکر نمی‌کنی خیلی کمه؟ برای سخت بچه چقدر میگیری دوکی؟ چه ربطی داره؟ این نصف اونه. چون تو نه برای به دنیا آوردنش کاری کردی نه برای از دنیا بردنش. پس دفعه دیگه اگه برات مشکلی پیش اومد سراغ من نیا. دفعه دیگه ای وجود نداره دوکی. همه چی تموم شد. مرده خور. خوش اومدی. آدم خواهدش همدیگه رو خواهیم دید. درک. با امید به رحمت و کرم خداوند و شواهد حضرت رسول برای آخرین بار از اولیاء دم مقتوله آقای صفایی و همسر محترمشان تقاضا می شود چنانچه برایشان مقدور است به جوانی متهم و حال روز والدینش ترحم کرده و از خون ایشان بگذرد. اصلا متهم رو به جایگاه ببر.
نمیبینه. تو رو خدا درمو نرسی کردم. خواهش میکنم جان. تو رو خدا. تو رو خدا. سامان. خواهش میکنم. خواهش میکنم. خواهش میکنم. آقای سامان خیلی جوونه. سرکشه. ولی بدم بالا سرش نمونه. التماستون میکنم یه فرصت بدیم عشق جان. خواهش میکنم نذارین اون بزنه. نذارین اون بزنه. جان اگه نمیبینی دارم بزنه تو میکشم. تو پدر نیستی جان. آقای صفایی برای قصاص متهم به جایگاه سیروس ما یه دختر دیگه هم داریم. شاید بتونم یه روز زهره رو فراموش کنم ولی این صحنه رو هیچ وقت. تو انقدر مرد هستی که این کارو نکنی سیروس. تو قاتل دختر منی. بسم الله بگین و نترسین. قاتل دختر من تو چشات نمیتونم نگاه کنم. ولی مرگتم نمیتونم ببینم. مهناز آقای قاضی ما منصرف شدیم. بله رضایت داد. بله بله صدات نمیاد فراز. ها چی میگی؟ جدی میگی؟ آقای صفایی مطمئن باشین از این کارتون هیچ وقت پشیمون نمیشین. اگه به خدا و عدالتش اعتقاد دارین کارتون رو واگذار کنین به اون.
خودش میدونه چطوری حق رو به حقدار برسونه. خداحافظ. حالا میتونیم بریم خونه و منتظر باشیم. خدا کنه دیر نشده باشه. نمیشه. وقتی شاکیش رضایت داده شما به چه حقی میخواین نگرش داری؟ هنوز شکایت مدعی العموم به قوت خودش باقیه. فقط میمونه حکم قصاص پسرتون که احتمالاً تبدیل به چند سال حبس میشه. من همین الان میخوام ببرمش منزل. چی کار باید بکنم؟ یه مرخصی یه روزه بنویسیم با سند و وثیقه بیاریم پیش من. آوردم. شما از قبل همه چیز رو پیش بینی کردید. من تا حالا به هر چیزی که میخواستم رسیدم آقای قاضی. بریم توی قهوه بخوریم. خیلی ممنون. باید بریم خونه حاج آقا. ایشالا بعدا مزاحمتون میشیم. زحمت کشیدیم. ایشالا عروسی جبران کنیم. قربانتون. خدا نگهدار. خداحافظ. چه لافاوی؟ خوش دقیقی ماچاری سما بودی جنگ ساتی بارون صفایی نامتانی سعید تارترا در هایت نیچه تیبات راسته نورم دم دارم کانی رو پس پاسس بشین تو بریم دیگه. وایساده من نگاه میکنم. مامان بشین دیگه. جهان اگه تا 1 ساعت دیگه سعید خونه نباشه من واقعا طاقتم از دست میدم. گفتم که من هیچ ربطی به این ماجرا ندارم، اما امیدوارم سعید هر جا که هست صحیح و سلامت باشه. شما با آقا بهزاد؟ بله. از سعید خبری نشد؟ بیاین تو. دیگه صلاح نیست برگردید خونه.
از همینجا یه راست برونید سمت مرز. با بیات تماس میگیرم، میگم اونجاها بهتون ملحق بشه. من همه پولا و مدارکم خونه است. بعداً برات میفرستم. اگه بگیرنمون چی؟ باید مواظب باشیم. به احتمال زیاد الان هم دارن تعقیبمون میکنن. باید یه جای قالشون بذاریم. تو نمیخواد نگران ما باشی. خودمون میدونیم چیکار کنیم. این ماشین یه جایی پارک بکنید و یه سواری کرایه بکنید. اگه بتونید با اتوبوس برید مطمئن ترم هست. اگه 2 سال پیش سربازیشو خریده بودی تا الان رفته بودیم. هیچ کدوم از این اتفاقا هم نمیافتاد. میخواستم آقا پسرت خدمت کنه و فرق بین خودش و امکاناتش رو با بقیه جوونا بفهمه و آدم بشه. اگه آدم نیستم به خاطر اینه که پدر مادر آدمی نداشتن. سامان باریکلا. میبینم از خطر جستی و زبونت وار شده. تو زندگی من و مامانو با اون کارهای کثیفت حروم کرد. گوش کن سامان، من 2-3 روز اعصاب درست حسابی ندارم. میزنم اون دهن مثل گالت رو پر از خون میکنم. اگه جرأت داری بزن. اگه جرأت داری بزن. بسه. بزن. بسه. جهان بلش کن. جهان بلش کن. جهان برچسته میکنش میگه جهان. تو دخالت نکن. بگو معذرت میخوام. بابت چی؟ من همه آبروم و حیثیتم و زندگیم و کارخونم و شرکتم و به خاطر آزادی تو به خطر انداختم. بگو معذرت میخوام. هر کار کردی وظیفت بود. بسته دیگه جهان، بسته دیگه. بسته دیگه جهانگیر. اون حق داره هرچون که میخواد فکر کنه. ببین اگه الان نمیزنمت فقط به خاطر اینه که میخوام پیر بشی، زمینگیر بشی، اون موقع تلافی میکنم. آقای جهانگیر فتوحی برو کنار. قربان شما، خداحافظ. صبح بخیر قربان. ممکنه این چک رو برام نقدش کنی؟ همشو پول میخوای قربان؟ اگه ممکنه یه چک رمزدار بدیم به شماره حسابی که پشتش نوشتن. ممنون. لطف می‌کنی فرم رو پر کنی؟ بله حتما. جانم؟ مشکل ما حل شد. پروژه رو تعطیل کن. یعنی الان سامان پیش شما؟ اونا حرکت کردن سمت مرز. منتظر تو هم. کی حرکت میکنی؟ نیم ساعت دیگه، ولی 3 تا همراه دارم. اشکالی نداره، فقط عجله کن. خب کجا ببینمشون؟ سیمین باید تماس میگیره. ببینم سعید چطوره؟ فرقی نکرده، مثل دیروز. یه گوشه از شهر ولش کن، به خونشونم زنگ بزن. دیگه کاری نداری؟ از حساب کتاب ما چی میشه؟ به محض اینکه سیمین و سامان رو رسوندی به مقصد 2 برابر مبلغ که توافق کرده بودیم میگیری. فعلا خدا. خداحافظ.
بچه ها، تا خلوته بزنی به چهار. یالا یالا یالا، زودتر زودتر، یواش یواش، مواظب بچه باشی. آروم آروم آروم. بودو بینم. چه رسمی داری دور زمونه که هر روزت یه جا عاشق خوشونه هزار